کمترین فضایی که یه نور میتونه اشغال کنه همین نور SL360 پرو میروتک که بریم با هم دیگه مقایسهشون کنیم. این ویدیو لایت به همراه اوکتاواکسش تقریبا 95 سانته. این ویدیو لایت به همراه پارابولیکش تقریبا 1 متر و 30 تا 40 سانت فضا رو اشغال میکنه. ولی این صاف لایت قطرش فقط 53 سانته، یعنی فقط 53 سانتی متر از فضای شما رو اشغال میکنه. ولی این تنها ویژگی که داره نیست. به خاطر دیفیوزری که روی این پنل قرار داره نور خیلی نرمی داره و نورش تیز نیست. این نور 70 وات SCRش هم 95 و توی 1 متر 1800 لوکس پرتاب نور داره. شما میتونید این نور رو با استفاده از ریموتی هم که همراهش هست کنترل کنید. فقط کافیه چنل و گروپ روی ریموت رو با خود نور ست کنید. با استفاده از برنامه RHD لایت هم که روی جعبه خود نور کد QRش هست میتونید نورتون رو کنترل کنید با استفاده از موبایل. شما میتونید با استفاده از این برنامه نورتون رو خاموش و روشن کنید، شدت نورتون از 0 تا 100 تغییر بدید و دمای رنگتون رو از 3200 تا 5600 هم تغییر بدید. شما میتونید این نور رو به صورت پورتابل هم استفاده کنید، فقط به تبدیل وی شکل احتیاج دارید و باتری F770 یا 970 که به صورت جداگانه باید تهیهش کنید. برای ثبت سفارش این کالا فقط کافیه عدد 360 رو کامنت کنید.